در قسمت قبل سریال دیدیم که عمر متوجه شد که شوال سیوگی را در انباری حبس کرده بود و همه صحبتهای آسیه حقیقت داشته است. شوال با پررویی رو به عمر اعلام کرد که به خاطر پول و ارث و میراث این کار را انجام داد. عمر هم خون جلوی چشمانش را گرفت و شوال را در انباری حبس کرد و همان بلا را بر سر او آورد. احتمالاً در قسمت بعد می‌بینیم که یاسمین و احمد به خانه برگشته و متوجه زندانی شدن شوال می‌شوند. بعد از آن احمد با عمر درگیر می‌شود. عمر هم همه ماجرا را تعریف می‌کند. یاسمین حرفهای عمر را تایید کرده و احمد متوجه خیانت بزرگ زنش می‌شود. احمد به شدت از شوال متنفر شده و با اطلاع از اینکه چه بلایی بر سر مادرش آورده خون جلوی چشمانش را می‌گیرد. بعد از آن احمد به سراغ عمر و آسیه رفته و از آنها معذرت خواهی می‌کند و از عمر می‌خواهد به خاطر شادی روح سیوگی پیشنهادی را که می‌دهد قبول کنند. احمد به آنها پیشنهاد می‌دهد که سهم خود را از مایملک و ارث و میراث او و سیوگی بردارند. در ابتدا عمر و آسیه قبول نمی‌کنند، اما بعد از اینکه شوال به سراغ آنها رفته و با پررویی دوباره آنها را تهدید می‌کند، عمر و آسیه هم به خاطر انتقام گرفتن از شوال پیشنهاد احمد را قبول کرده و حسابی پولدار و ثروتمند می‌شوند و به این ترتیب جنگ بزرگ عمر و آسیه و شوال رسما شروع می‌شود. البته لازم به ذکر است که اشاره شود که این فقط یک سناریو و پیشبینی برای قسمت بعد سریال است و برای اطلاع از ماجراهای سریال باید منتظر ماند تا قسمت‌های جدید آن منتشر شود تا از همه اتفاقات و حوادث آن مطلع شد.